رهبرت کمیته انداز تاجیکستان دستوری رسمی داده است که صاحبکاران و افراد علاهیده سخاوتمند یا احسانکار را از پرداخت چند نوع مالیات یا نلاگ آزاد کنند. اما مقامات کمیته انداز روز 8 اپریل به رادیو آزادی گفتند که باید مکتب و باغچه بچگانه و یا منزل استقامتی و انشاءات دیگر را ساخته بی پول یا رایگان در اختیار دولت یا استفاده عموم بگذارند. رستم جان جباروف معاون رئیس کمیته انداز تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت در آن حالت چنین آدمان از پرداخت انداز از درآمد، انداز از ارزش اضافه و مالیات استفاده از راههای ماشینگرد کشور خلاص خواهند شد. وی گفت که هدف از این دستور جلب هرچی بیشتری صاحبکاران و ساکنان دارا برای کارهای خیر در کشور بوده است. وی می‌افزاید ما خودتان خواندید که با مقامات دولتی اگر رایگان تیاتمون بینای ساخته شدگیش مکتب هست حالتایی که احسانکاری میکنند و یکی خودش صاحبی کرده بعد ثانی از همچون فعالیت صاحبکاری درآمد میگیرد سامان باغچه بچگانه ساخته و دیگر از اون درآمد میگیرد. نه اونجا یک چند نبوده امتیازها پیش بینی شده. ولی اکثر صاحبکاران میگویند مقامات کشور نه تنها در صورت احسانکاری سبکی فراهم آورند بلکه در مجموع میزان انداز را کم کرده شرایط سالم را برای رشد تجارت به وجود بیارند. صاحبکار تاجیک مظفر سفروف میگوید بر علاوه بازرسان انداز نهادهای دیگر هر زمان بدون آگاهی در کارخانه و فروشگاه ها را کوفته تفتیش و سنجش را شروع میکنند. سفرعلی گلوف اقتصاددان تاجیک و وکیل پیشین پارلمان تاجیکستان میگوید 4 ستون بودجه کشور بر پایه اندازها اساس یافته است و بعید است که مقامات در این شب و روز مشکل صاحبکاران را از پرداخت مالیات معاف کنند. مقامات تاجیکستان در سالهای گذشته صاحبکاران را به سرمایه گذاری در کشور دعوت کرده و حتی رئیس جمهور در یک صحبتش در سال 2010 لغو انداز را برای چنین صاحبکاران وعده کرده بود.